لکن پیش از آغاز صحبت الحال یک نیم ساعت پیش برای ما یک برادر از دوشنبه زنگ زدن و گفتن که در حق برادر من دادر من دعا کن که خیلی حالتش وزنین است و یک چند کارد در شکمم خورده بود از بیچاره و گفتن که از همان جمعیت شما میخواهم که یک دعای در حقش کنن که تا که خداوند برای او شفا نصیب کند و ما و شما یک جای دعا کنیم که خدای مهربان این فرزند شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان و صاحب زن و فرزند هم هستند. خدای مهربان صحت و سلامت نزد فرزندهاش قائم نگه بدار. آمین یا رب العالمین. راستی بار از این کاردهایی که این جوان خورده است جای تأسف است، زیرا که با چی سبب این برادر ما و شما چند کارد در شکم خورده است؟ چی سبب بود؟ سببش شب نشینی بود، سببش ویچر بود، جمشوی طلبه ها بودن. این دادر ما و شما نماز میخوانده است، حتی طالب علم مدرسه بوده است، از مدرسه درس میگرفته است. یکی وقت جمع شوید حضور طلبه ها که بوده است بیچاره رد کرده نتوانسته است. وقتی می رود و در معرکه که در دسترخوان عرق را می بیند و شاید که برای او پیشنهاد کردن که از این استفاده که وی استفاده نکرده است و جوانها در حالت مست و الستی هجوم بالای این کردن و چند قدر عذاب و مشقت دادن. راستی بار همه ما و شما باید که به نعمت اسلام شکرانه کنیم. هر یک چیزی را که خدای مهربان حرام گفته است وی حکمت دارد. برای چی ما و شما گپی معلمی خدا قبول نمی کنیم؟ چرا ما و شما گپی استاد خدا رهبری خدا قبول نمی کنیم؟ حالان که پیغمبری خدا 1500 سال پیش از آنه که ما و شما در شکم خود کار نخوریم، ما و شما در نزد مردم شرمسار نشویم، برای ما و شما تعلیم دادند. گفتن من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، ای بندگانی که دعوا میکنید که ما خدا را باوری داریم، ای کسانی که میگوید که ما با پیغمبر باوری داریم، مادام دعوای شما چنین باشد، پیغمبر میگوید من بر شما وادار میسازم که فلا یجلس علی مائده یشرب علیها الخمر، با ایسا که شما در دسترخوانی که عرق باشد گوید لعنت بر این خاندان و او خاندان در وارد نشوید. خاندانی که دسترخوان داشته باش در دسترخوانش عرق باشد، کدام مسلمانی که سری خود پیش کرد چی گوید؟ باید السلام علیکم گوید؟ نه، السلام علیکم این رحمت است. میگوید لعنت الله علیکم، لعنت خدا بر اهل این خاندان باد. نخواد در دسترخوان عرق باشد. پیغمبری خدا برای شما تعلیم داده است شما در دسترخوانی که عرق باشد شما داخل نشوید. اگر درک یافتین که در فلان معرکه عرق نوشی است شما قدم نزنید. اون معرکه اسلامی نیست. وقتی رفتید مرحمت آثارش. خدا رحمت کند عزیزان ما و شما چی توصیه ها دادند؟ با بدان کم نشین که کم مانی، با بدان کم نشین که کم مانی، خوب پذیر است نفس انسانی. صحبت نیک را از دست مده که ماه و مه شوی ز صحبت می. خدا رحمتشان کند برای ما و شما در 4 مصرع قرآن تحلیل کردند. با بدان کم نشین که کم مانی. ای جوان عزیز میگوید وقتی تو بازار میروی برای خودت بهترین لباس جدا میکنی، وقتی تو به مغازه میروی برای خود بهترین پای افزال جدا میکنی، چرا برای خودت بهترین رفیق جدا نمیکنی؟ چرا در دنیا تو برای خودت یک رفیق ایماندار جدا نمیکنی؟ او عرق نوش و گیرین کش و لطاباز و قرطباز اینا رفیقی را نمیسازند. کسی که از خدا نمیترسد با او چگونه تو رفیقی میکنی؟
اولش این زمان ما و شما زمانی رفیق بازی نیست. حضرت سعدی را خدا رحمت کند در زمان خودش گفته بود آن به که در این زمانه کم گیری دوست. زمان سعدی که زمان پاکیزگی بود 1000 سال پیش، آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. آن کس که تو را به جملگی تکیه بروست، چون چشم خیرت باز کنی دشمن توست. این حضرت ها برای ما و شما تحلیل کردند، وجود مردم به ما و شما خبر دادند که اینها کیا هستند، با کیا رفیقی میکنید. رسول اکرم حدیث صحیح است، الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. مرد گفت از پیغمبر در دین رفیقش است، نظر که با کی رفیقی کرده ایستاده اید. این توصیه های معلم ما و شماست، رهبری ما و شماست. مثل و جلیسی سو کنافخ الکیر، پیغمبر گفتن همنشینی با عرق نوش، با قرطباز، با بنکش، با انسانهایی که بینمازند، با همراه اینها نشستن مثل با دکان آهنگر در آمدن از گفت پیغمبر. اما ان یحرق ثیابک اما ان تجید ریحا خبیثه. دکان آهنگر را پیغمبر صفت کردند که وقتی انسان در دکان آهنگر در آمد یا لباسش میسوزد یا از بوی دود بد همون آهنگر استفاده میکند، خلاص دیگر از اونجا هیچ فایده نیست. برای همین از همه شما دادرای عزیز، اگر شما خواهید که کار در شکم شما نزند، اگر شما خواهید که در دنیا و در آخرت بدبخت نشوین، شما چیکار کنین؟ شما برای خود، رفیق شما همین مسجد است، رفیق شما معرکه های خیر است، رفیق شما کسانی هستند که از خدا میترسند. با بی ادب شما رفیقی نکنید. خدا رحمت کنه دوستان خدا را میگن ای برادر دور باش از یاری بد. یاری بد میگه دور باش، برای چی؟ ای برادر دور باش از یاری بد، یاری بد بدتر بود از ماری بد. ماری بد تنها تو را بر جان زند، یاری بد بر جان و بر ایمان زند. این ماری دنیا خوب است که یک نیشه میزند و تو از دنیا میگذری، لیکن ایمان همراه توست. لیکن یار و رفیقی بد وقتی که در معرکه و شما می نشینین، عرق نوشی میکنین، اگر مبادای خداوند در اون مکان در همون زمان جان شما را قبض کرد، شما ایمان ندارین. بین رفیقی بد همراهیش چی منفعت به شما میبخشد؟ خداوند به ما و شما توصیه میدهد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که از خدا میترسید، هر وقتایی که اگر برای خود خواهید که رفیق پیدا کنید، صادقین برای خود انتخاب کنید. کسانی که راستگو هستند، کسانی که راست قول هستند، کسانی که با ادب هستند، کسانی که عبادت خدا را میکنند، اینها را برای خود رفیق قرار دهید. جوانای عزیز، برای همه شما مراجعت میکنم، این زمان اولا زمان رفیق بازی نیست، زیرا که اکثر رفیقها را امروزا ما و شما مشاهده کردیم، یا برای مالداری رفیقت هست، یا برای که خیش قومیت وظیفه دارد برای همون رفیقی تو می شود، یا یگان مقصد غلیظ دیگر دارد و این لاوی دوست جانی خیلی کم است، دوست ایمانی خیلی کم است. رفیق اهلی کمیاب است، هوش دار. خدا رحمت چون کند. چی معلم ها داریم، چی توصیه‌گرهای نیک داریم. صد افسوس که ما و شما پروا نداریم، صد افسوس که ما و شما به گپ این عزیزان گوش نمی اندازیم. لیکن وقتی که در بلا و مصیبت دوچار شدیم، بعد این سخنها به یاد میاد که دیگر فایده ندارد. رفیق اهلی کمیاب است، هوش دار. حذر کن از قرینهای دلازار. برو بینشین به نزد کژدم و مار، مرو بر نزد هر شیطان مکار. خدا رحمت کند. کژدم قطع همراه شو، مار قطع همراه شو، تمام درنده قطع همراه شو. لیکن رفیقی که فعل و خصلت شیطان دارد، انسانی که کردار شیطانی را دارد، با اونها همراه نشوید. میگه
اون درنده و مار و کژدم از این رفیقای نااهل ده اونها بهتر هستند. تا قد اونها زلال هم رسونن به جان ما و شما میرسونن، لیکن در ایمان ما کاری ندارن. که زهری مار باشد مرگ دنیا. حضرت میگوید که زهری مار باشد مرگ دنیا، که زهرابی منکر باشد مرگ عقبا. حضرت در آخر میگوید ز بوجهلان گریز ای یار احمد، اگر تو امت هستی بر محمد. بین ز بوجهلان گریز ای یار احمد، ای پیروان احمد، ای پیروان محمد، شما از بوجهلان گریزید اگر تو امت هستی بر محمد. اگر امت جدی باشی، امت اساسی باشی، که اینها لازم نیستند. اینا چی در دنیا و چی در آخرت برای شما زیان دارن، خلاص دیگر هیچی از اینها فایده ای نیست. میگه حضرت بیدل خدا رحمت کند، میگه صالحان، صالح گفته نمی ما و شما صالح هستیم، نمازخوان هستیم، خدا ترس هستیم. بین صالحان از تینتی کج تینتان کج می شوند. نمی شما هزار اگر مثل آفتاب درخشان باشین، نماز تهجد خوان باشین، اگر دائما شما روزدار باشین، اگر رفیق ناخوب داشته باشین، عاقبت مثل خودش میکند. نگه صالحان از تینتی کج تینتان کج می شوند. کفش گردد ز اختلاط پای کج، ناچار کج. حضرت میگوید حتی در همین کفش بین وقتی که امرو یک فابریکه میبرارد یا یک دوزنده میدوزد چیزی راست است، کفش پای افضال ما و شما. لیکن اگر پا کجیله باشد همون در دام یک روز یا دو روز کج میشود. اگر ما هم مثل اگر هم پای افضال راست هم که باشیم، رفیقی ناخوب داشته باشیم، مثل همونها میشویم. ترکشان کنین، اینا لازم نیستند.